زیر زمینه. این تونل هایی که میبینید یک شاخش 1.5 کیلومتر رفته زیر اقیانوس اطلس. پس تصور کنید وقتی انسان میره تو این تونل ها چقدر میتونه ترسناک باشه. میلیون ها تن آب بالا سرته. ورودی معدن لوانت توی ساحل قرار گرفته. معدن لوانت یک لقب معروف داره، ترسناک ترین معدن دنیا. بریم ببینیم چرا. شغل‌های خطرناک همه جا پیدا میشه، اما اگر 100 سال بریم عقب بیشتر شغل‌ها خطرناکه و بعضیشون میتونیم بگیم کشندن. حتی امروز هم که این همه فناوری رشد کرده، کار درون معادن جزو سخت‌ترین کارهاست. وقتی این تونل ها رو نگاه میکنین فکر میکنی که چه ماشینالاتی اینا رو کنده، ولی باید بدونید که این معدن متعلق به سال 1820 میلادیه، زمانی که نه برق وجود داره نه ابزارهای آنچنانی که بتونه به انسانها کمک کنه. در اصل همه این معدن با بیل و کلنگ کنده شده، اونم نه در روشنایی با اکسیژن کافی، اکسیژن کم، کار با بیل و کلنگ، اونم زیر نور شمعی که خودش اون یک ذره اکسیژن هم داره میسوزونه. حفر معدن لوانت برای مس بود، اما وقتی یه مقدار کار پیش رفت دیدن تو اینجا قلعم زیاد داره و خبر رسید به مرکز که این معدن قلع فراوون هم داره. قلع و مس وقتی در کنار هم باشه یعنی چی؟ یعنی میتونی برنز درست کنی و به خاطر همین کشف جدید این معدن به یکی از مهمترین معادن انگلیس تبدیل میشه. میرسیم به اواسط قرن 19 موقعی که کار در معادن در سخت‌ترین حالت خودش قرار داره، حالا چه تو انگلیس باشه، چه تو هندوستان باشه، چه تو آفریقا. در اون سالها معادن همه جا خطرناک بوده، اما لوانت یک پله بالاتر از همه معادنه، چون 600 متر رفتن پایین و مثل یک ریشه درخت اون زیر به هر طرف حرکت کردن. فکرشو بکنید انسان بره تو عمق 600 متری زمین. یک چاه 10 متری آدم میبینه وحشت میکنه، اون وقت ببینید چطوری میشه 600 متر آدم بره پایین. شما وقتی نقشه این معدن رو نگاه میکنید متوجه یک مشکل نمیشید. تونل هایی که به زیر اقیانوس رفتن بالایی هاشون خیلی در خطرن، چون ممکنه یه دفعه آب اقیانوس فشار بیاره و اونجا راه باز شه و آب بیاد تو تونل ها. اگر یک همچین اتفاقی بیفته پایین تر از سطح اون تونل شکسته قرار گرفته باشه غرق میشه، یا بهتره بگیم خفه میشه. کسانی که تو این معدن کار میکردن مجبور میشدن لباسهاشون رو در بیارن، به دلیل اینکه عمق زیاد این معدن باعث میشه گرمای اعماق زمین بیاد داخلش و برای همین اون تو خیلی گرم بوده. دمای بالاتر از 40 درجه سانتیگراد، هیچ باد و پنکه و کولری هم که نبوده. برای همین کارگرها مجبور بودن لباساشون رو در بیارن و لخت کار کنن. حتی مجبور می شدن چکمه‌هاشون هم در بیارن و پا برهنه کار کنن. اونها تجربه داشتن و می دونستن که اگر پاشون داخل چکمه تو عرق خودش بمونه باعث عفونت میشه. درست مثل سربازهای جنگ جهانی اول که پاشون توی چکمه ها طولانی مدت میمون، آبم واردش میشد و پاهای اینها عفونت میکرد. اما معدنچی‌ها میدونستن که باید پا برهنه کار کنن، چون نمیخواستن مجبور بشن پاشون رو قطع کنن. کارگرها برای اینکه چشمشون ببینه شمعو با گلی که داخل معدن بود میچسبوندن به کلاشون که بتونن روشنش کنن و ببینن. تونل های معدن روز به روز میرفت جلوتر، اما از روند کار راضی نبودن، میگفتن کنده. در همین دورانه که آلفرد نوبل دینامیت رو اختراع میکنه. کارفرمایان این معدن هم میبینن به به چه وسیله خوبی برای سرعت کار. برای همین دینامیت رو بردن تو این معدن و قرار شد که کارگرها برن ته تونل ها سوراخ‌کاری کنن، دینامیت کار بزنن و فتیلش رو روشن کنن، خودشون بیان عقب. و بعد خاکی که از انفجار میریخت پایین کارگرها با بیل جمع میکردن که راه باز شه برن جلوتر. این کارگرها 7 روز هفته کار میکردن، 15 ساعت در روز کار میکردن.
تازه وقتی کارشون تموم میشد میومدن تو صف وای میسادن تا از نردبون برن بالا، برن رو سطح زمین. فقط فکرشو بکنید 600 متر با نردبون برید بالا. 600 متر به اندازه این برج میشه، One World Trade Center در نیویورک. شاید باورتون نشه 3 ساعت وقت این کارگرها رو این نردبون میگرفته. 3 ساعت از روز رو در حال پایین رفتن یا بالا اومدن از این نردبون بودن و وقتی هم رو نردبون بودن حقوق بهشون نمیدادن. اون زمان شاید عادی بوده ولی امروز ناراحت کننده است. خیلی از کارگران این معدن حدود 14-15 ساله بودن. هیچ جای دنیا معدنی به این عمق وجود نداشت. مسئولین هم میدیدن وقت کارگرها خیلی طرف میشه و بالاخره یک آسانسور برای یک همچین معدنی درست کردن که به این شکل کار میکرد. همیشه در حال بالا پایین رفتن بود و کارگر به این شکل پله پله میرفته بالا. با این آسانسور زمان بالا پایین رفتنشون به 1 ساعت تقلیل پیدا میکنه. سالها میگذره و تونل ها عمیق‌تر و طولانی‌تر میشه. تعداد زیادی تو این معدن دارن کار میکنن ولی امنیت صفر. یعنی صاحبان این معدن اصلا فکر نمیکنن که 700 تا انسان اون زیر هر روز داره کار میکنه. تا اینکه میرسیم به 20 اکتبر سال 1919. بیشتر کارگران این معدن کسانی هستند که 1 سال پیش تو جنگ جهانی اول تو جبهه ها می جنگیدن. حالا مثلا برگشتن خونه شغل گیر آوردن، شغلی که از اون جنگ جهانی اول هم بدتره. کسانی که تو جبهه های جنگ جهانی اول بودن مرتب به مسئولین این معدن گوشزد میکردن که بعض معدن خرابه ها، یعنی تونل ها اصلا امنیت نداره. مسئولین هم میگفتن شما قلعه و مصر رو برداشت کنید بیارین بالا، کاری به امنیت تونل ها نداشته باشید. کارگرها هم مجبور بودن گوش میکردن. تا اینکه میرسیم به 20 اکتبر سال 1919. سقفایی که دهه‌ها پیش با چوب توی تونل ها زده بودن از بالا یه دفعه شروع میکنه به شکستن. وقتی تونل بالایی میخوره رو تونل پایینی سنگین‌تر میشه و تونل زیری هم میره پایین. همینجوری تونل ها پشت سر هم میریزن رو هم دیگه. خوشبختانه آخر روز بوده و فقط 370 نفر تو معدنن. 370 نفری که بعضیشون کشته شدن و بقیه هم گیر کردن پشت آوار و هیچ جوری دیگه نمیتونن بیان بیرون. یه دونه از کارکنان به نام جان گرنفل که قبل از درهم کوبیده شدن تونل ها اومده بود بیرون، یه دفعه پشت سرش یک صدای بلند میشنوه و به همه میگه اون زیر اتفاقایی افتاده، چون سابقه نداشت این صدا اون زیر بیاد. هیچ کس به حرفش گوش نمیده ولی خودش برمیگرده به طرف پایین که ببینه چی شده. وقتی میره پایین میبینه بله، تونل ها ریخته رو هم و یک چیزی مثل چاه درست کرده و حتی روی چوب ها و خاک ها جنازه هم دیده میشه. مطمئن میشه اتفاق افتاده، برمیگرده سریع بالا که اطلاع بده. خوشبختانه تلفن تازه کشیده شده به معدن لوانت. فوراً زنگ میزنن به معادن اطراف و کمک میخوان. خیلی سریع یک عالمه کمک میاد و یه مقدار ابزارالات هم با خودشون میارن. مهمتر از همه وینچ هایی بود که آورده بودن. وینچ هایی که به یه جا آویزونش میکردن و یه نفر میتونست بهش آویزون بشه و بره پایین، چون نه نردبونی باقی مونده بود نه چیزی و تنها راهش این بود که به این شکل برن پایین. جنازه هایی که دم دسته با این وینچ ها میکشن بالا، اما کار وقتگیر بعد از جنازه هاست. سطل باید خاک پر کنن، با این وینچ ها بیارن بالا تا برسن به جایی که بتونن آدم ها رو نجات بدن. از اون طرف آدم هایی هم که اون زیر مونده بودن همون موقع شروع میکنن با دست کندن که راهی پیدا کنن برن بیرون. خوشبختانه شلنگ آبی که از بیرون اومده بود در دسترس اون زیریا بود و میتونستن آب بخورن. کار نجات شبانه روز ادامه داره ولی اون کارگرانی که اون زیرن غذا ندارن، فقط آب دارن. اگر این آبو نداشتن که خیلی زود میمردن. با وجود اینکه هیچ تماسی بین اون زیر و بالایی‌ها نیستش، اما بالایی‌ها میدونن که اون زیر غذا ندارن، برای همین به سرعت دارن کار میکنن. 72 ساعت کار ادامه پیدا میکنه، اونم بدون وقفه تا میرسن به هم دیگه. اما همشون زنده نموندن.
چون هم خیلیشون زیر آوار مرده بودن و خیلیشون از گرسنگی بیحال شده بودن و مرده بودن. این اتفاق موقعی افتاده بوده که آخر روز بوده. نیمی از کارکنان اومده بودن بیرون. با این وجود 31 نفر اون زیر کشته شده بودن. اگر 1-2 ساعت زودتر این اتفاق می افتاد، صدها نفر کشته می شدن. 5 تا از کسانی که کشته شدن کسانی بودن که سال قبلش تو جنگ جهانی اول شرکت داشتن و تونسته بودن جون سالم به در ببرن و بیان برای خودشون شغل بگیرن و زندگی بسازن، اما متاسفانه تو معدن کشته شدن. فکر کنید از اون جنگ به اون وحشتناکی جون سالم به در ببرید و بعد بیای کار پیدا کنی اینجوری کشته بشید. حالا چرا داستان این معدن مهمه؟ این واقعه باعث شد که امنیت در معادن مخصوصاً در اروپا خیلی جدی گرفته بشه و از اون به بعد تلفات معدنچیان به شدت اومد پایین‌تر و سعی کردن براشون وسایل ایمن‌تر بسازن. ولی با این وجود با فناوری مدرن هم معدنکاری یکی از خطرناکترین شغل‌های دنیاست.